10 تا از سخت‌ترین باس‌های الدن رینگ. شماره 10 مارگیت دفل اون. یکی از سخت‌ترین باس فایت‌های اول بازی کل سری سولزلایکه که یکی از سختی‌هاش اینه که موقع اتک دادن یه سری مکسایی میکنه که شما رو تو تایمینگ داج دادنتون به اشتباه میندازه. اگه باش فایت کرده باشید دقیقاً میدونید چی. شماره 9 فایر جاینت. برعکس اینکه خیلی گنده است، خیلی سریع و به سرعت میتونه جابجا بشه. فاز اولش تقریباً آسونه. بعد اینکه به 50% اچ پیش میرسید، وارد فاز دوم میشید و اینجاست که مشکل شما شروع میشه. بیشتر اتکاش تو این فاز ایوئیه و تقریباً تورنت شما رو وان شات میکنه. و وقتی هم که از اسبتون بیفتید دیگه دهنتون سرویس. شماره 8 ژنرال رادان یا همون استار اسکورچ رادان. با اینکه میتونید برای مبارزه باهاش چندین نفر رو سامن کنید که کمکتون کنن، ولی بازم میتونه خیلی اذیتتون کنه. اول اینکه خیلی سریعتر از چیزی که به نظر میاد و رنج اسلحه‌هاش هم خیلی زیاده و از فاصله دورم ازش در امان نیست. اگر موقعی که میرید سراغش بیش از حد فار نکرده باشید و قوی نشده باشید، تقریبا اکثر اتکاش میتونه وان شات کنه. شماره 7 فول گراوند فالینگ استار بیست که حتی یکی از باس‌های اصلی بازی هم نیست. برعکس بقیه باس‌ها این یکی خیلی حرکات عجیب غریبی نداره و صرفا فقط خیلی اگریسیوه و بهتون امون نمیده و اگرم فرصت مناسبی پیدا کنید که بهش چند تا ضربه بزنید می‌بینید که دمیج خاصی هم نمی‌خوره. شماره 6 موگ The Lord of Blood. مشکل مبارزه با این باس اتک‌های معمولیش نیست. مشکل افکت‌های بلیدیه که روتون میندازه که میتونه دمیج وحشتناکی بهتون بزنه. ولی همه اینا در مقابل بدترین کاری که میکنه هیچی نیست. خیلی رندوم وسطای مبارزه شروع میکنه به کسب کردن یه اسپلی که یه حلقه دورتون ایجاد میکنه. اولش کاری نمیکنه، ولی وقتی اچ پی خودش به زیر 50% برسه، میتونه با اون حلقه‌ها بهتون حدود 70% اچ پی تون رو دمیج بزنه.